با سلام و درود فراوان خدمت دوستان و همراهان گرامی. میخواستم یه توضیح کوچیک در مورد نحوه تدریس و ترجمه گواهینامه آلمانی به فارسی براتون بدم. اول اینکه زمانی که شما با آموزشگاه برای ثبت نام تشریف میبرید، یک CD یا برنامه آموزشی بهتون میدن که از طریق اون شما میتونید خودتون رو برای امتحان آماده کنید و در این CD یا برنامه بخش‌های مختلفی وجود داره که شما با روش‌های مختلف میتونید یادگیری رو آغاز کنید. تجربه شخصی بنده این است که بخش به بخش جلو بریم. در این برنامه‌ها یا CD ها قسمتی هست به نام Learn nach Themen یا همون یادگیری موضوعی که به این صورت هست که 1500 تا سوال در 14 بخش یا تم مختلف تقسیم شده است که شامل این 14 بخش است. یک، الزامات فردی که شامل 38 سوال. دو، عامل ریسکی انسانی که شامل 21 سوال. سه، مقررات فهرستوار مشروع که شامل 31 سوال. 4، سیستم ترافیکی جاده‌ای و تقاطع‌های ریلی که شامل 166 سوال. 5، قوانین پایه، حق تقدم و مقررات ترافیکی که شامل 214 سوال. 6، علائم و امکانات ترافیکی که شامل 158 سوال. 7، افراد دخیل در ترافیک، شخصیت و رفتار که شامل 166 سوال. 8، سرعت و فاصله و محیط رانندگی دوستانه که شامل 189 سوال. 9، مشاهده ترافیکی و رفتار ترافیکی در طول رانندگی که شامل 171 سوال. 10، ترافیک های ساکن که شامل 80 سوال. 11، رفتار در شرایط ویژه، عواقب نقض دستورهای ترافیکی که شامل 67 سوال. 12، ایمنی از طریق یادگیری بیشتر که شامل 8 سوال. 13، شرایط فنی، مسافر و حمل کالا، محیط، حرکت آگاهانه توسط خودروهای موتوری سنگین که شامل 116 سوال. و در آخر سفر با صرفاً خودروهای موتوری سنگین و قطار که شامل 76 سوال می باشد و ما سعی می کنیم در ویدیوهای کوتاه تمامی این 1500 سوال را به طور کامل برایتان ترجمه کنیم. شاد و پاینده باشید.